سلام، من آرش هستم و یکی از بدترین اتفاقهایی که میتونه برای کسی در غربت بیفته برای من افتاده. من 12 سالی که به عنوان پناهجوی سیاسی در ترکیه زندگی میکنم و هیچ راه برگشت به ایران ندارم. حدود 2 سال پیش فهمیدم که تومور مغزی دارم. ولی الان این تومور به حدود 3 سانتی متر رسیده و هر روز بزرگتر میشه. بیناییم کم شده، دست و پام بی‌حس شده. دکترها میگن باید خیلی زود عمل کنم و زندگی من بستگی به انجام این عمل جراحی داره. ولی چون بیمه درمانی ندارم باید تمام هزینه رو خودم پرداخت کنم. همه مدارک پزشکیم آماده و هر سوالی داری با دل و جون جواب میدم. تنها امیدم به مهربونی و کمک شما عزیزان تا بتونم از این مرحله سخت عبور کنم. سپاسگزارم از محبت و بزرگیشون. به صورت رسمی ما این رو نمیتونیم بدیم به دلیل اینکه هنوز شما اصلا بستری نشدید. چون بستری نشدید به هیچ عنوان چیزی نمیتونیم بدیم. حتی همین هم آقای دکتر به هیچ مریضی نمیده، ولی حالا به خاطر شما که این همه سال صبوری کردی برای درمانتون بهتون داد. 600,000 لیره هزینه عملتون هست، 20,000 تا برای تجهیزات پزشکیتونه و 2 مسئله اینجا داریم که روی 15 نوشتن، ولی باز خودشون گفتن که قطعا این بیشتر میشه، ممکنه که تا 60-70,000 لیره بره، چون ممکن هستش که تو اتاق ICU بیشتر بمونید، بیشتر از 5 روز، چون این بستگی به عملتون داره و همینطور اتاق هزینه اتاقتون توی بیمارستان هست بیشتر 4,000 تاست، چون عمل کردید نمیتونید با مریض دیگه توی اتاق باشید، مجبور هستید که اینطوری باشه. اینا هزینه‌ای هستش که ممکن هستش که اضافه بشه. یعنی الان اینجا 650,000 تا هست، ولی احتمال خیلی زیاد بین 700 تا 720,000 میتونه باشه. پس آمادگیشو داشته باشید.